ما منتظریم یه اتفاقی بیفته که زندگیمون بهتر بشه. دنبال فرصت‌هایی هستیم که تغییر کنیم، دنبال فرصت‌هایی هستیم که شروع کنیم ورزش کردن، شروع کنیم کار کردن، شروع کنیم جذاب بودن، شروع کنیم موفقیت کسب کردن. ولی گاهی انگار اینا نمیرسن. هیچ وقت این فرصت‌ها نمیرسن. هیچ وقت اون موقعی که همه چیز اوکی بشه برای ما اتفاق نمیفته. سلام، توی این ویدیو قراره حرف بزنیم در مورد این که آیا ما باید صبر کنیم یا شروع کنیم از همین حالا. خیلی وقتا ما منتظریم که یک اتفاقی بیفته، یک موفقیت پیش بیاد، یک شرایطی جور بشه، یه پولی از یه جایی برامون برسه، یک کیسه پولی از آسمون برامون بیفته، یه فردی بیاد توی زندگیمون به همون حال بده، رابطه قشنگی ساخته بشه و ما حال کنیم، ما کیف کنیم. ولی زندگی اینجوری نیست متاسفانه. زندگی بر پایه ساختنه. زندگی بر پایه اینی که هر روز باید ما یک عده کارهایی رو انجام بدیم که این عده کارها به نفع ما خواهند بود یا به ضرر ما، ولی ما باید شروع کنیم اون کارهای مثبت رو انجام بدیم. هیچ وقت فرصت این پیش نمیاد که ما میلیاردر بشیم توی یک شب. اگرم میلیاردر شدنی توی یک شبی اتفاق بیفته، برای اون شب هزاران شب دیگه اتفاق افتاده و هزاران شب ما بیدار موندیم، هزاران شب تلاش کردیم تا یک شب اتفاق میلیاردی برامون بیفته، یک شب رابطه خوب برامون اتفاق بیفته. اگر شما شروع نمی کنی، اگر شما انتخاب نمی کنی که شروع کنی یک کاری رو انجام بدی، اگر انتخاب نمی کنی حرکت کنی برای انجام یک کاری، داری راه اشتباهی رو میری. باید از همین حالا هر کاری که میتونی برای آیندت انجام بدی رو شروع کنی به انجامش دادن. میخوای ورزشکار بشی، میخوای بدن خوبی داشته باشی، از همین امروز باید رژیم بگیری و از همین امروز باید بری باشگاه. میخوای ثروتمند بشی، از همین امروز باید مدیریت پول رو یاد بگیری. میخوای مثلا رابطه خوبی داشته باشی، باید از همین امروز رابطت با جنس مخالف رو بهتر کنی، رابطت با آدم ها رو بهتر کنی. میخوای دوستان وفاداری داشته باشی، باید شناخت پیدا کنی نسبت به آدم ها از همین امروز. هیچ اتفاقی برای شما نمیفته. این موضوع رو باید بپذیری که آقا قرار نیست معجزه‌ای اتفاق بیفته، قرار نیست ناجی برای زندگی من پیدا بشه، قرار نیست یک نفر از بیرون بیاد زندگی من رو اداره کنه، قرار نیست یک نفر بیاد شرکت من رو اداره کنه، قرار نیست یک نفر بیاد منو پولدار کنه، قرار نیست یک نفر بیاد منو خوشحال کنه، قرار نیست یک نفر بیاد ورزش رو به جای من انجام بده. این رو وقتی میفهمی، این موضوع رو، این تاپیک رو، این جمله رو وقتی میفهمی، دیگه شما هیچ موقع نمیخوای که تایم رو از دست بدی و همیشه دنبال اینی که یک کار رو درست رو انجام بدی. میخوای عادت کنی به این روش، از امشب شروع کن به کارهای مثبتی که به نفعتن و شروع کن یکیش رو پشت سر هم انجام دادن و یاد بگیر و عادت کن به همون کار. موضوع این نیست که شما مثلا به یک مسیری میرسی، به یک مقصدی میرسی و تموم میشه این مسیر و شما پول داری دیگه، یا شما بدن خوب داری دیگه، یا شما رابطه خوب داری دیگه. نه، اینا مثل درختی میمونن که باید هر روز بهشون آب بدی. شما هیچ موقع نمیتونی کار از دست کار یا از دست کار در بری. نمیتونی رابطت رو ول کنی و بگی همینجوری خوب پیش خواهد رفت. نمیتونی کارت رو ول کنی و بگی همینجوری برای من پول خواهد ساخت. نمیتونی دوستات رو ول کنی و بگی
همینجوری دوست من خواهند بود. اینا هیچ موقع اتفاق نخواهد افتاد و نه افتاده و نمیفته. پس اگر میخوای یک زندگی رو بسازی، باید از همین حالا شروع کنی به مراقبت، شروع کنی به تعمیم یا تأمین کردن اون چیزی که میخوای. اگه میخوای بدن خوب بسازی، اینجوری نیست که مثلا یه مدت غذای خوب بخوری، یه مدت ورزش کنی و تموم بشه و دیگه نیازی به ورزش کردن نداری. نه، اینجوری نیست. باید هر موقع، توی هر ماه از سال، توی هر روز از هفته باید ورزش کنی تا بدنت همیشه روی فرم بمونه. اینجوری نیست که به یک نفری بگی دوستت دارم و تموم بشه و تا آخر عمرش اون عاشق تو باشه. باید همیشه ابراز وجود کنی توی رابطه. باید همیشه ابراز وجود کنی توی پول در آوردن. باید همیشه ابراز وجود کنی توی دوست داشتن آدم‌ها، توی رفیق داشتن. اگر میخوای یک شرکتی را بندازی، باید همیشه پشت سر اون شرکت باشی. باید همیشه بالا سر اون شرکت باشی. پس از همین امروز یاد بگیر ابراز وجود کردن توی رابطت، توی کارت و هر چیزی که میخوای باشی. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره.